شروع کنیم از تحلیل و بررسی بازی مرکزی که در چمپیونات انگلیا بود. من دربی منچستر این هفته میتونیم بگیم بازی مهمترین هفته هم به حساب میرفت و طور ما دیدیم هجوم برای اکثریت غیر انتظار در این رقابت منچستر یونایتد غلبه کرد. نه تنها پیروزی آنها با حساب 2-0 برای بسیاری ها غیر انتظار بود، بلکه اگر ما پیش از همه آمار ایکس جی دسته ها رو در همین رقابت مقایسه کنیم، این بزرگترین شکست یا تفاوت قهرمانی از روی آمار ایکس جی برای دسته گواردیولا به حساب می رود. خب میخواستم اندیشه خود رو راجع به همین بازی بیان کنید. فکر بکنم هیچ کسی انتظار نداشت که مایکل کریک میتواند چنین آمار رو در حلقه نخستین بازی ضد حریف مشکل و دست آورد. واقعا هم به طور غیر انتظار بود، چی از رفت نظارتی بازی در میدان و چی از حساب امکانات گلزنی و گل هایی که زدند و بعدا حساب نشدن از جانب داوران. واقعا هم منچستر یونایتد در همین بازی در حیرت آورد. به استثنای این بازی دیگر ما یگان بازی موسمی رو ندیدیم که منچستر یونایتد در همون پریزویی که به دست آورده باشد چنین طور باوری بخش با یک جسارتی خاصه و یک پیشتازی عالی داشته باشد در برابر دستای چون منچستر سیتی. ببینید پریزویی که اما به آن منچستر یونایتد در اون موسم رسیده بود، ضد دستای میانه حال هم تا دستای قفا مانده هم اون پریزوی مشکل بودند به زور، یعنی که پریزوها زیر دست می آمدند. ولی که اینجا سوال این است که با منچستر سیتی چی شده است که نتوانست کاری رو ضد شاگردان کاریک سازمان داد. ببینید لیساندرو مارتینز سیمایدیاک به قول خود همون هولند رو خورده پرتافت، عموما کاری کرده نتوانست. نفری که دو برابر از روی جسمن هم از او بزرگتر است، از روی امور هم از روی کل چیز برتری دارد نسبت یک لیساندرو مارتینز، ولی که کلا او را به قول گپ زنیم نموند. عموما در بازی منچستر یونایتد به طور غیر انتظاری یک طرف، ولی چی شد بعد دسته گواردیولا که واقعا یک نفری ذکاوتمند از روی جابجایی تاکید که نه در پس از تنفس توانست که بازی رو دیگر کند، نه پیش از تنفس و من تغییرات هم به دردش نخورد و عجیز ماند کلا گواردیولا که نتوانست همون منچستر یونایتد که او انگیزه رو از کجا پیدا کرد، اینقدر نیرو از کجا به میان اومد. ببینید وقتی جایگزینی کادری در منچستر یونایتد در دیگر مربیان هم چنین بازی مشاهده نمی‌شدند، هرچند که در بازی اول دیل خو مربی نتیجه خوب به دست می‌آورد، ولی که این بازی نه از لحاظ پیروزی نه از لحاظ گل بلکه از لحاظ کنترل شدن تمام منطقه‌های مهاجمی کلا فرق کننده بود. بله، و در تقویت سخنهایی که بالاتر منبع گفت، هنرنمایی مخصوصا اولی برونو فرناندش رو باید اشاره کنیم که او بسیار خیرتمندانه ذکاوتمندانه در خط هجوم بازی میکرد و البته احمد دیالو با همراهی برایان بمو که از جام ملت‌های آفریقا برگشتن، این دو بازیگر هم ما از قبل میدونستیم که از مهمترین بازیگران برای دسته به حساب میرفتند و در رفت این رقابت خیلی هنرنمایی اولی نشان دادند. چنان عمومی قید کردن منچستر یونایتد واقعا هم اینجا غلبه باوری بخش به دست آورد. این یک پیروزی به قول غیر انتظار نبود. آنها از آغاز تا به انجام بازی پر بازی را تحت نظارت گرفتند و تا ما چهره خندان فرگوسون رو دیدیم که او همیشه به سن و سال خود نگاه نکرده به بازی منچستر یونایتد میاد و همیشه غمگین است. اما این نوبت کریک که قبلا او در دسته منچستر یونایتد و زیر راهنمایی مربی کار میکرد توانست که این تبسم را به چهره مربی بیارد. اما فکر میکنم که این بازی اول است. گرچه که مقابل منچستر سیتی توانست که منچستر یونایتد پیروزی به دست آورد، در دربی شهر منچستر سرخ شد، اما بازی منچستر یونایتد را البته من اینجا بلند ارزیابی میکنم، اما وقت لازم است برای کریک رو ما او رو برای مثال گوییم که متخصصی بلند است، میتواند که منچستر یونایتد را از این بحران بیرون کند، چون که قبلا نیز سر و صدا بودند که مشکلی در منچستر یونایتد این از سرمربی نیست، چون که اونجا دیگر مشکلی ها هست و علاقه چندین مربی هم بودن که آمدن هیچ کار کردن نتوانستند و رفتن. از قبیل روبن اموریم که با 1001 امید به منچستر یونایتد آمد و به قول همون جوانی که او اینجا آمد علاقه در مدت چند موسمی که کار کرد ما دیدیم که او چند ماهی کار کرد، البته فرسوده ها شد. هم موسم گذشته هم موسم امسال این رو در نظر داشتیم و اکنون در پیش منچستر یونایتد بازی با آرسنال انتظار است. اگر در همین بازی نیز ما اگر مشاهده کنیم که چی کاری که منچستر یونایتد در بازی با منچستر سیتی کرد، یعنی که اسلوبی بازیگذاری که داشتند و مانند تیکی تاکا که گواردیولا تو خود فکر میکنم در حیرت مانده است و شاید تا هنوز چندین کتاب رو ورق زده است که این چی اسلوبی بازیگذاری منچستر یونایتد بود. و اگر در بازی با آرسنال، در بازی که اونجا میکل ارتتا شاگرد گواردیولا اونجا
این تیم رو ما ببینیم که پیشگام است و چگونه در سطح عالی رسانیده است. اگر آنجا نیز منچستر یونایتد چنین غلبه باوری بخش به دست آورد، چنین بازی زیبا نشان دهد، پس امید می‌بندم که دیوای سرخ از بحران محض با یاری کریک میتوانند که رها یابند. و باید بگوییم که اصلا در همین خودی منچستر یونایتد اینجا فشار زیاد محض بالای سرمربی بود، چون که اول میخواستن اوله گونار سولشر رو باز هم دیگر بار دعوت کنند، ولی در نتیجه آوازدهی که در داخل خودی باشگاه بود، راهبریت هم به دو قسم جدا شدند. یک قسمشون راضی نبودند که سولشر برگردانده شود و قسم دیگر اونهایی که باور کردند با مایکل کریک، با اونها مشکل بود که در پیش روی همین گونه بازی‌های مهم مایکل کریک خود را چگونه نشان میدهد. ولی مایکل کریک قبلا هم راهبری منچستر یونایتد رو موقتا هم برداشت داشت سال 2021. اونجا هم اگر ما ببینیم مقابل توپ دسته ها نتیجه خوب دارد. برای مثال با دسته چلسی که اون زمان توخل سرمربی بود مساوی کردند، ارسنال رو همون دوره سال 2021 شکست داده بودند و باز یک مربی دیگری ممتاز هم از تیم منچستر یونایتد در همون دوره شکست خورده بود. اما دوره نوی فعالیت او اکنون معین کننده خواهد بود، زیرا آینده فعالیتی مربیگی مایکل کریک در منچستر یونایتد از کاری او وابستگی دارد. لیک همینجا یک نکته دیگر رو هم باید توضیح دهیم که چند مربی خالی هستند و در بازار رقابت برای به دست آوردن آنها هم زیاد میشود. حتی خودی خابی آلونسو هم از جمله مدعیان برای منچستر یونایتد گفته میشود.